نام خدا. بیننده های عزیز، ما در فصل سرد زمستان و خصوصا دمی روزهای سردی که به قول بزرگان منطقه میگه قمر شده، هوا بسیار سرد است و از همه هوای سرد سلام گرم و صمیمانه ما را با قلب گرم و پاک ما از منطقه سرقل جاله پذیرا باشین. به تک تک شما سلام و احترامات قلبی و صمیمانه خویش را تقدیم میکنم و امیدوار هستم که همه تان خوب باشین، سر حال باشین و جانتان جور باشه. دوستای عزیز، یک چیز را میخوایم خاطر نشان کنم به شکل یک مژده. امروز آمدیم از زمین سرک سرقل جاله که جدید تأسیس شده و کشیده شده یک دیدن کردیم. باور کنید عزیزای بیننده که یک سرک بسیار نمونه، یک سرکی که تا حال بی‌نظیر در سطح جاغوری کار شده، به این خاطر که در ساحه کوبند و این رقم سرک هموار را ما تا حال شاهد نبودیم، اگر باشم شاید کمتر باشه. به هر حال دست شما درد نکنه و این در واقع یادگار ماندگار شما عزیزای بیننده است. از همه تان سپاسگزارم. دوستای عزیز، میخواهیم که در مقدمه یک گزارش خدمت شما عرض کنم که دوستایی را که شما میبینین اینا در تلاش ازی است که در زمستان هم کار را تعطیل نکنن و اما سابق مردم در پیتاو میشید یا در مجید، برای فعلا مردم از فرصت استفاده میکند. روزهایی که گرم و آفتابی است شروع میکند در کار و حتی روزهای بارندگی هم کار میکنه و این نشان میدهد که فرهنگ سازندگی، انگیزه کار برای همه به وجود آمده، پیدا شده و همه در فکری است که چگونه برای وطن خود کار کنه و این جای مسرت و خوشی برای همه ما شماست. ما امروز دیدیم دوستایی که در اینجا هستن با وجودی که ممکن بودجه کم داشته باشند، اما با آن هم با قلب مهربان و بازه های پرتوانی که دارن کار میکنن، زحمت میکشن و راهشان را آباد میکنن. میخوایم جزئیات بیشتر از دوستایی که در کنارشان هستیم بیشتر بشنویم از بخش مالی چه مشکلات وجود داره. سوال ما این است که سرک چند فیصد کارش پیش رفته، چقدر باقی مانده و چقدر بودجه مصرف شده، چقدر باقی داری هست و چقدر کار مانده که بر از بودجه نیاز است تا دوستای ما کاملا در جریان از کار قرار داشته باشد. خب تشکر میکنم از شما و از همه دوستانی که در اینجا وقت گذاشتن، زحمت کشیدن و همچنین برای ما هم فرصت دادن تا در خدمتشان باشیم. به این سوالای ما پاسخ بگین، اما پیش از اینکه به این سوالا شما جواب بگوین، از طرف برادر عزیز ما دکتر علی نجفی که اصالتا از جاغوری است ولی در ولایت بامیان کار میکنه، مبلغ 3000 افغانی یک تحفه بسیار بزرگ است که بر زمین سرک فرستاده. میخوایم اول امیر تقدیم کنم که دیلم یک کمی تو بگیره. تشکر. سلامت باشین. تشکر. این هم خدمت شما و این هم مبلغ 3000 از طرف دکتر صاحب گرامی. دکتر صاحب، این 3000 نه بلکه 3 میلیون و 3 لک است و ارزشش بسیار زیاده. یک افغانی، 10 افغانی تا 1000 افغانی هم برای سرک، نه تنها برای هر پروژه‌ای که در جاغوری است که دوستان ما کمک و همکاری میکنه، واقعا یعنی که سرمایه گذاری است در واقع. یعنی 3000 افغانی خدمت شما از طرف آقای دکتر علی نجفی. اول تشکر از شما دوستای خوب و مهربانی که واقعا همیشه دست ما را گرفتین. یک پول بسیار ارتباطی محکم بین ما و خیرین محترم و مسافرین عزیز شده. از شما بسیار تشکر و تشکر دیگه از برادر عزیزی که دکتر سید نجفی گفتین. بله. دکتر سید نجفی که از کشت سنگ خرکوشه، فعلا در بامیان فکرم وظیفه داره. جهان سپاس و تشکر. خداوند ان شاء الله امواتش رحمت کنه و خودش و فامیل محترمش در پناه خود داشته باشد. جهان سپاس و تشکر. دوست عزیز، در مورد بودجه و در مورد کار شما از ما سوال کردین. بله، اول در مورد کار صحبت کنین. از همون نقطه که شروع کردین در کجا رسیدین و چند درصد کار پیش رفته؟ دوست عزیز، ما از منطقه پیدگه از دوسرکی حاجی صاحب حاجی نوسا حاجی زوار به حساب که میگن، این زمین منطقه شروع کردیم تا سر کوتل آمدیم که حدوداً 2.5 کیلومتر یا 2 کیلومتر 2.5 کیلومتر مساحت ازیه.
دیگه مصرف از این شده تقریبا مجموعی سرک مجموعش 2.5 کیلومتر است. نه تا سر کوتل را تا سر کوتل که شما کار کردین 2.5 کیلومتر کار شده. 2.5 کیلومتر کار شده. بله این بقیه چی مانده؟ 2.5 کیلومتر الا کمتر یا زیادتر آدم دقیق گفته نمیتونه، به خاطر که منطقه سنگزار متراژ دقیق آدم تعیین نمیتونه، به اون خاطر دقیق گفته نمیتونه. ممکنه 2.5 کیلومتر دیگر باز هم مانده باشد. خب اینی را یادآور شوین که تا اینمی جایی که شما رسیدین و ما و شما شیدیم قسمتی فاصله مانده تا اینجا کار چگونه پیش رفت؟ راحت بودین؟ سنگزار بود؟ انفجار زیاد داشتین؟ چرا؟ بله آقای احمدی صاحب، قسمی که شما آمدین سرک دیدین، واقعا سرک بسیار منطقه سنگزار بود، کوهستانی بود، بسیار مصرف‌های انگفت لازم بود و ما واقعا تانستیم که یک سرک بسیار که واقعا جای خوشی است، جای سعادت است که بخش کل مسافرین، بخش کل خیرین ایر اطمینان میدیم. سرک جور کردیم که واقعا در سطح جاغوری کم نظیره. بله با خاطر که هم کوتل بود، هم خیلی سنگزار بود، کارش خیلی شاقه بود، با آن هم ما نهایت کوشش تلاش کردیم که باید یک سرک بسازیم که در سطح جاغوری بی‌نظیر باشد. چنانچه همین رقم دوستا که حال میایم میگرنم میگه واقعا سرک شما در سطح جاغوری کم نظیره. این از برکت شما دوستا و از برکت شما خیرین بوده که جمله ما تا حالی که کار کردیم 7,12,000 افغانی تا سر کوتل را جمله مصرف از ما انتمی نشده که باقیش مانده. دیگه 2 روزه که از کوتل به این طرف ما کار منیم و یک مشکلی که ما اینجا داشتیم که خیلی سنگزار بود، اون منطقه را فعلا ما به خاطر کمبود بودجه اعلام کردیم، از ادامه سرک کونه آمدیم طرف مسجد کار منیم. دیگه ان شاء الله الرحمن ما از مسافرین، از خیرین خواهش دارم، تقاضا دارم که دست ما را بگیره که ما این سرک بتونیم ان شاء الله تا مسجد را برسونیم. جمله کار کرده که اینجا کار شده، بلکه کار کرده جمله کجا شد؟ فقط جمله کار کرده ما شده 187 ساعت فقط کار کرده. 17 ساعت هم جکمر کار کرده که شده 5,90,750 افغانی. این جمله کار کردی بیل شده و جمله کار کردی مواد مصرفی شده 64,000 پی و مصرف چی فودانه برمه، مصرف فودانه برمه شده جمله فود شده مثلا 1145 فود که پول شده 57,250 روپیه که اینمی مبلغ را که کل شده 7,12,000 افغانی. اینمی کربلای رضای عاقلی که فعلا در استرالیا است، او بنده خدا به عهده گرفته که و کل مصرف رو پرداخت میکنه. باقی یک مقدار پولی که ما داریم که از طرف خیرین دیگه دریافت کردیم، خداوند ان شاء الله ماتا اینا رحمت کنه. ممکنه این بودجه ما کم شنه در مسیر را. بازم ما از خیرین، از مسافرین محترم، از دوستایی که در بیرون یا در داخل هستند خواهان کمک هستیم. ان شاء الله ما کار به هیچ وجه تعطیل ندیم، کار ما ادامه داره. ولو اگر هیچ کمک هم نشنه بازم ما تلاش زحمت رو میکشیم تا این سرک را که اقدام کردیم به امید خدا با امی کیفیت در مسجد برسونیم. دیگه چیزی گفتن خاص ندارم آقای احمدی صاحب. کنم سوال اگر داشته باشین. یک سوال دیگر به ارتباط از امی ساحه که اولا که بسیار یک قسمت چیزی بسیار سنگزار و بعد اگر شما دو طرف قول بورین خو یک پول هم ضرورت است. دقیقاً اگر میشه در معلومات بدین. بله اگر دوستای عزیز خیرین محترم اگر ما را همراهی کنه، کمک کنه، به خاطر که منطقه بسیار کوههای بلند در پشت سرش قرار داره، این 100% داره. بله دیگه اگر ما یک پل چوبی بسازیم یا قله پر کنیم، حتما یک سال نه، این سال نه، سال دیگر، سالتر دیگر ممکن سیل بیاد و این منطقه رو تخریب کنه. اگر دوستا خیرین محترم ما را کمک کنه که اینجا ما یک پل اساسی بزنیم که برای آینده ها راحت شیم، ان شاء الله که خیلی خوب میشه. دیگه خواهش از ما از تمام خیرین، از تمام دوستای اینمی که دست از ما را بگیرین. واقعا سرک یک چیزی است که یک چیز حیاتیه. دوستای عزیز بازم توصیه بخش شما منم امیتو که شاعر میگه در حقیقت مالک هر شی خداست، این امانت چند روز در نزد ماست. این بدون شک می رقمه. ما شما تا زمانی که هر چی خوردیم و نوش جان کردیم و هر چی که پوشیدیم اونموش مال ما بوده، اونمویی که در راه خدا دادیم، برای مردم خدمت کردیم، اونموش یک ذخیره برای ابدی ما و شما. به خاطر اجل معلوم نیه که امروز فرا میرسه یا صبح. خوشا به حال شما، خوشا به این که شما تنستین برادر با مردم کمک کردین. دیگه ان شاء الله بعد از این کمکای شما رو ما ان شاء الله خود دریافت کردیم. از شما خواهش می‌کنم که دست ما رو بگیرین. و یک چیز دیگری که واقعا امروز برای ما خیلی مایه خوشحالی و خوشبختیه، اینه که امی سرکی که ما از سرقل شروع کردیم، 4 طرف قریه‌های همجوار ما وادار شد به یک رقابت مثبت.
بله. خداییش آل پرداخته که واقعا جای خوشیه. این سرک مثلا در منطقه خاکملی پیدگاه جور شده دیگه. این سرک تنها از منطقه خاکملی پیدگاه نیسته. این سرک کل ما و شمایه. ما هم از اونجا عبور مرور نیم. یک سرک دیگه که در منطقه آسمرده مگه از منطقه کتسنگ طرف بابا وزرم شه شینیدم در این روزهای اخیر این سرک هم کار میشه. واقعا جای خوشی و جای خوشبختیه. این رقابت ها رو مگر رقابت مثبت که واقعا ما و شما یک فرهنگ البخشید ما و شما پیدا شده که ما و شما دست به آبادی زدیم. کوشش می‌کنیم که هر منطقه آباد شه. این یک کار بسیار خوبه و کار بسیار نیکه. دیگر تشکر از کل دوستا، از شما خیرین محترم و همچنان از انجینر صاحب بختیاری و همچنان از سایر همکارانش از آقای احمدی صاحب جهان سپاس و تشکر. ان شاء الله که در پناه خدا باشین. تشکر شما. تشکر. یک سوال درباره امروز پیش جوابه. این جوابه رو شما چه رقمی میخواین آو کنین یا از بلیز جوابه مبین؟ او را صاحب از بله جوابه آو هیچ امکان نداره. جوابه در کجاست؟ این می پشت سر. خب صحبت کنید اون مورد. میگه یک سنگی بسیار کلان دمی پشت سر زمین کوتل که کار ما رفته فعلا دمی بنبست خورده و البته امروز مشکلی بیل داشتیم به خاطر که بیل مشکل داشت. بیل رفت برای تعمیرکاری حدود 56 روز 57 روز که اینجا کار کرده بود. خلاصه آوارگیری نشده بود. امروز گفت که ما مورم بیل آوارگیرینم دیگه کمپریشن ما اتفاقا امروز کمی مشکل پیدا کرده. یه بنده خدام رفته که آوارگیری کنه دیگه کار ما نمی پشت زمین سنگ گیر کرده که واقعا این سنگ بسیار خطرناک سنگه چون زیرش هموار نیستن. نمیشه که به حساب روی زی سنگ کار کنیم دیره کنیم. مجبور مکلفیم کوربا سوراخ کنیم. آهنای بسیار کلفت و کلان باید در داخل از سوراخات تیر کنیم تا که زیر سنگ هموار شنه و روش دیره کنیم. دیگه اینی بسیار هزینه هنگفت میخواد. از خیرین محترم از دوستای محترم کسایی که بیننده ما را دیگه کوشش کنین که به همراه ما کمک کنید دست از ما رو بگیرین که ما از همین بنبست از همین مشکلات نجات پیدا کنیم. بسیار تشکر. خب بیننده های عزیز سپاسگزارم که تا این لحظه ما را همراه بودین از سرک سرقل جاله و همراه با دوستا و برادرای منطقه و این قریه. در مورد سرک شما معلومات شنیدین که چقدر سرک کار شده، چقدرش مانده، مشکلات چی است و در مورد از امو بودجه که مصرف شده هم معلومات دادن کاملا. امیدوارم مورد توجه همه تان قرار گرفته باشد و آنچه که خواست از این برادرها هست تقاضایشان هستند و چیزی را که لازم میبینن که در اینجا باید به مصرف برسه. امیدوارم در این راستا همکاری های دوستا ادامه داشته باشد تا انشالله به زودترین فرصت ما شاهد تکمیل سرک و روز شاهد جشن باشیم که این سرک به بهره برداری سپرده شود و افتتاح شود بخیر. دیگر رفت آمد از اینجا بسیار به مو آسانی و سهولت برای مردم باشه که این قریه را ما در گزارش‌های قبلی هم دوستای عزیز خدمت شما از زبان خود مردم برای شما گزارش دادیم که میگفتن پیش از اینجا بسیار مردم مشکل داشتن خصوصا در فصل زمستان و داد و ستت و رفت آمد و پلغوی گپا که میگفتن مردم با خاطر صعب العبور سرک شکایت داشتن. اینا دوباره قایم خواد شونه دیگه وحدت و برادری و رسم رواجای منطقه هم بخیر به مو روال عادی خود پیش خواد رفت. سپاسگزارم که ما را همراه بودین. تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. روزگارتان خوش.